اشتراک میکنیم و گوش میاندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظیم. برادران عزیز و گرامی، این آیتی را که من خواندم از سوره مبارکه آل عمران است. انیخترش آیت 102. من در گرد این برادران عزیز با شما یک کم طریق صحبت میکنم و بعضی انشاءالله درخواستا هم از شما داریم تا در این سفر هر یک گمانهای نیک و هر یک خواهشات نیکی که داریم به گوش شما میرسانیم. شاید که الله دانا هست که به این منطقه خیلی دوده است آمدن تکرار از ما دیگر امکان دارد ندارد، انشاءالله مهربان میداند. زی خاطر این لحظه شد من برای شما غنیمت میدانم و برای شما بعضی مصلحت و نصیحت ها گفته میگذارم. پیش از آنکه این آیت را برادران عزیز من معنا کنم، عزیزان خدا میگن خدایا همنشین عاقلان کن، خدایا همردیف عادلان کن، از آن روز به گوریستان بخسبند مرا همسایه صاحب دلان کن. الله مهربان شکرگزاری میکنیم که عزیزان خدا میگن در دنیا ای کاش پروردگارا دعای ما همین است که ما را به آدمان دانشمند همنشین کن، ما را در محفل مردم دانشمند خدای مهربان حاضر بگردان، با حتی زمانی که اگر ما دنیا را قدر بگوییم خدایا در قبرستان هم که باشد ما را همسایه آدمان صاحب دل بگردان، زیرا از همسایگی اینها هم برادران عزیز در قبرستان برای ما و شما خیر است. لحاظ هر حال ما و شما در این گونه محفل برادران عزیز حضور داریم. از این لحظه ها شما هم شکرگزاری کنید و هم آنچه که در اینجا گفته می شود غنیمت دانید و این یک دستور عمل حیاتان قرار دهید. زیرا عزیزای خدا میگه راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش کار خویش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. بازم این قدر برادران عزیز عزیزای خدا را بین میگه بازم این قدری که چقدر راحت طی شد، چقدر زحمت ها اینجا صرف خرج شد. بازم این که وقتی که گوش ندادن، وقتی اهمیت ندادن، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. بگذار به سبب بی اهمیتی و گوش نکردنش سزاش رو ببیند، جزاش